ایرانی مالی متضرر شد. واقعیت قابل تأسف است و قابل اذیت است که تمام سکتور خصوصی ما باید همدردی داشته باشند، همکاری داشته باشند. روز قبلی در بغلان سیلاب اومد سرازیر شد، وقتی که آمار شهید شد از 200 تا 300 نفر همشهریای ما، طفلا و دیگر هموطنای ما شما شهید شدن، زخمی شدن. همین قسمی که همیشه تشکری میکنیم از سکتور خصوصی که با ما همیشه همکار بودیم، با ما همیشه هم نوا بودیم. اول اگر این سلسله در بحقی آمد فرد الحمدلله سکتور خصوصی ما چه خودشان رفتن و چه به اینها کمک کردن و در بحقی هم وطنهای خود استاد شدن و حمایت کردن. در سلسله هرات هم چنان کار کردن الحمدلله همیشون تشکری میکنیم. در اخراج کاری مهاجرین الحمدلله همکاری کردن. این روزه اینمی که مشکلات و مصیبت بالای مردم ما شما آمده، همکاری ما شما اینمی قسمی که سه موضوع دیگر بزرگ بود در افغانستان مشکلات آمد فراموش نمیکنیم، این هم فراموش نمیکنیم. در کنار برادرای مستاد میشیم، تعهد میکنیم و خواهش میکنیم که هر کدام ما به اندازه وسط آن و اگر امکان داشته باشه یک دانه میتونیم که یک دانه پتو، یک دانه کمپر، حتی یک چیز بسیار نمونده باشه به اخلاص و دوستای ما کمک کنیم، همدردی و همکاری بکنیم. ما از طرف وزارت صنعت و تجارت هم صدا میکنیم، دولتان خودتان میبرید کمک بکنید. از طریق ما یک برنامه است در هر سه پروگرام ما برنامه خود داشتیم. اگر امکان داشته باشیم انشاءالله میتونیم که همکاری بکنیم.